به نظر من خوشبختی هر جایی میتونه باشه. میتونه حوالی خیابون منوچهری کنار چمدون فروشا باشه، میتونه تو کوچه زغالی های میدون تجریش باشه، یا تو اتاق یه مسافرخونه دور میدون راه آهن. فرقی نداره. خوشبختی میتونه توی یه خونه دلباز نزدیک دربند باشه، یا تو تخت آماده یه گرمخونه. خوشبختی میتونه بالای برج میلاد یا نزدیک میدون آزادی باشه، یا فقط توی یه علمک گاز شهری. خوشبختی میتونه تنهایی کنار دریاچه غرب باشه، یا شلوغی یه کافه تو شرق تهران. ولی بعضی وقتا من، یا بهتره بگم ما، فکر میکنیم خوشبختی شاید یه جای دیگه باشه. برای همینم چمدونامونو میبندیم و میریم تا خودمون ببینیم خوشبختی واقعی کجاست. به نام صاحب کلام سلام. به یکی دیگه از قسمت‌های برنامه چمدون خوش اومدید. همونطور که قبلا هم گفتم میدونید توی این مسابقه شرکت کننده های ما با حقوق یک روز کارگر توی یک کشور دیگه با هم رقابت میکنن و با چالش‌های مختلف امتیاز به دست میارن. بریم جدول مسابقه رو ببینیم. توی جدول حسن توکلی که امتیاز چالش‌های اجاره خونه و خرید و آشپزی و معرفی ایران رو به دست آورده فعلا با 75 امتیاز اوله و جواد خواجوی با 65 امتیاز تو رده دوم قرار گرفته. بهرام و ارشیا فعلا با 55 امتیاز ته جدول هستن، همون جایی که محمد امین کریمپور محکم وایساده و رهاش نمی‌کنه. امروزمون رو با امارات شروع میکنیم، جایی که حقوق یه روز کارگر اینجا 100 درهمه و محمد امین کریمپور قراره با دستمزد روزانه‌اش بره فروشگاه و برای درست کردن ناهار امروز خرید کنه. گرفتن امتیاز آشپزی کاملا به این بخش مربوط میشه. محمد امین شلوارت داره میفته. دادا خب دوستان، امروز اومدیم که داشته باشیم یک روز پرملاتو. یه روز پرملات. محمد امین کریمپور شلوار خودشو بالا میکشه و آماده یه روز پرملات میشه. یک روز پرملات، یه روز پرملات. بابا این تو فروشگاهی که داداش به کاهدون زدیم. ویوره ره ویوره ره ویوره ره ره از این میکنم. There is hypermarket. چرا سوال پرسیدی رفتی؟ Hypermarket. Mister, where is hypermarket? Hyper. Yes. Up, thank you. میگه آپشونه. بریم بالا.
همینجاه. خب بچه‌ها از هتل قبلیمون در اومدیم. داریم میریم یه هتل جدیدتر که تقریبا 20 پوند ارزون‌تره. لندن با ساختمان‌های زیبا و قدیمی. حسن توکلی که تا دیروز 54 پوند اجاره خونه میداد تصمیم گرفته امروز خونه‌ش رو عوض کنه و یه جای ارزونتر پیدا کرده که با روزی 30 پوند اجاره میتونه کار رو راه بندازه. همین تغییر مکان تا آخر مسابقه خیلی بهش کمک میکنه دیگه. حسن جان کلی وقت تلف کرد برای این جابجایی خونه که خب امتیازی هم بهش تعلق نمیگیره، چون میدونی دیگه اجاره کردن خونه فقط یه بار امتیاز داره. اگه این قانون رو نذاشته بودیم محمد امین هر روز تو اون محله خونه عوض میکرد. But you're here 24/7. The reception. Okay, thank you very much. Thank you. عالی، بریم تو ببینیم چه خبره. حالا این خونه است حسن؟ زیر پله گرفتی که. خب بچه‌ها یه نگاهی اول به این اتاق چی میگن زیر شیروانی بندازیم ببینید. عملاً اینه دیگه. من اصلا سرم به این خورده. نیا کن، سرم به این خورده. دیدیم. اینجا عملاً اتاق زیر شیروانیه. بله گفتی. خلاصه حال تو خریدارم. این زیر شیروانی. حالش کو؟ حال مال نداره؟ و عملاً نگاه کنید. من از این قسمت شما رو بگیرم ببین. همچین جاییه. تو میخوای برنده شی ها حسن؟ یه تخت داره. خب هیچ ارزونی بی دلیل نیست دیگه دادا. و به اصطلاح یه تلویزیون اونجا داره. خب خدا رو شکر بازم الحمدلله 20 پوند ارزون‌تره، میتونیم خرج چیزای دیگه بکنیم. دیدی؟ به هر قیمتی میخوای ببری. بهرام و ارشیا از روز اول مسابقه یه حس و حال خاصی نسبت به امتیاز ورزش دارن. دیشب هم بعد غذا خوردن رفتن یه باشگاه ارزون پیدا کنن که موفق نشدن. پس تنبوره بگیر. دست بده به من. آفرین. این نشون میده از ته جدول بودن میترسن. مامانا هست ماشین 100 کیلومتر دورتره. بالاخره یه باشگاه پیدا کردیم، ببینیم میتونیم اینجا ورزشی بکنیم. اون قضیه کنسله دیگه، منتفیه راست. چی بدبختی میکشیم از دست ارشیا. و من بری چه؟ انگار مثلا تأسیس کننده باشگاه من بودم. قیافه تو هم میبینن قیمت گران میگن. حالا امروز از صبح افتادن دنبال پیدا کردن باشگاه برای ورزش کردن و گرفتن امتیازش. بابا اینا اصلا یه روزه نمیذارن تمرین بکنیم. پاسپورت میخواد، بعد اشتراک ماهیانه باید گرانه. اشتراک ماهیانه برای چی؟ ای قبض تلفونه. میگم این امتیاز چیزا چجور بگیریم باشگاه؟ من دیشب سرچ کردم دیگه. ما یه کار میتونیم بکنیم. اینجا لب ساحلش میرن بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن. خب کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بریم لب ساحل بتونیم با اینا بازی بکنیم دیگه. هم ورزش کردیم هم پول ندادیم. خوبه. چقدر باید تا ساعت؟ مشکل اینجاست. چیه مشکل؟ یه 2 ساعتی کرده برام. من که عمرن نمیام فرودگاه بهت اعتماد کردم، تمام پاهام از دست دادم. الانم نمیام. تاکسی میگیریم میام، تاکسی نگیریم من بهشتم باهات نمیام. به به جواد آقای هنرمند، بازیگر سینما تلویزیون. صبح بخیر. دوم بودن حال میده؟ دیروز تو اوج آمادگی 2 تا امتیاز اساسی مسابقه رو به دست آوردی. ببینم امروز چی داری برامون. ما اینجا تو سرما، شما رفتی عمان تو آفتاب. انشالله امارات سیل بیاد. آقای محمد امین انشالله سوس بدن بخوریم. کجا فرستادین منو؟ یخ زدیم بابا. یک فصل دیگه میگرفتین این برنامه. یخ زدیم.
اتوبوس ما هم نمیه. 100 مدل اتوبوس آمدم، خط دیگه ما باید بریم نمیه. چه خبره بابا؟ چه قور میزنی؟ عصبی سر صبحی. نگفتی میخوای چیکار کنی؟ جواد خاجبی امروز 250 تا بابت اجاره خونه داده و مثل هر روز 50 لیرم بابت صبونه. ولی نمیدونم چرا امروز اینقدر عصبیه. جواد آقا، جواد آقا، جواد آقا. کفترهای ترکیه سعی کنن همیشه رضا بده. جا تو اتوبوس براتون پیدا میشه. بخند بابا بخند. ها خوب گرمه اتوبوسش، عالیه. خوبه دیگه. ای قور میزنه. بخند دادا بخند. نمیدونم امروز تو چه فکریه، قرار امتیاز چه بخشیو بگیره. جواد آقا، تکنیک جدید میزنی، مثل رونالدینیو شدی. سمت فروشگاه رو نگاه میکنی یا امتیاز کار خیر رو میگیری. برو تو چمدون. باریکلا. حسن آقا بیا بیرون. باریکلا. خب بچه ها امروز بریم نهار امروز رو در بیاریم و بریم چقدر میشه و بریم تو پارک بشینیم بخوریم. بریم. بعد یه روز سخت برای اسباب کشی، حسن توکلی میخواد چالش غذای ارزون رو امتحان کنه که اونم فقط یه بار میشه ازش امتیاز گرفت. از اون مغازه‌ایه که 24 ساعته بازه. خب ببینیم میتونیم یه میل دیل بخریم. میل دیل خب یه مدت ارزون‌تر در میاد دیگه. میل دیل؟ یه ترکیب غذایی به شما میده که رو هم رفته ارزون‌تر در میاد. خب نمیشد همین از اول فارسی بگی که ما بفهمیم میخوای عصرونه رو به جای ناهار ارزون تو پاچه برنامه کنی؟ خیلی داری انگلیسی رفتار میکنی ها حسن. پیاز 3 درهمه. پیاز بابام پیاز خورده، مامانم پیاز خورده. موز ولی اینجا میگه موز 10 درهم. سیب زمینی پیاز اینجا شد 4 درهم. من نمیدونم چه فرقی کرد اون با اینجا. یکیش 12، یکیش 4، یکیش 8، یکیش 6. تنوع چیزاشه، احتمالاً از جای مختلف اومده. بیا بابا. نگی داد زد و رفتا. نگی داد زد و رفتا. پیاز صورتی بخر، همون که اصلا تو لندن نشونمون داد. پیاز تو هر خونه نیازه بابا. هندونه بخور، کشتی بگیر. این الان هندونه رو بگیر. یکی هندونه بخور، کشتی بگیر، باختی بیا پولشو بگیر بابا. نه اون میگه باقالی بخور، کشتی بگیر، خوردی زمین دوباره بگیر. پاره کن زنجیر بابا. استعداد میوه فروشی به این خوبی داری. کارگردانیت برای چیه؟ نگی داد زد و رفتا. خرمای بمه ضد غمه بابا. یا برو تو چمدون بابا. برام گیان اشیا گیان بیرون بیان. 2 تا رفیق گل، مؤدب، محترم. نگاه آبرومونو بردن. چرا اینجوری میکنی؟ بگذاریم این 2 تا عتیقه امروز 10 ریال بابت اجاره خونه دادن. برای اینکه تا لب ساحل بیان ورزش کنن 5 ریال هزینه تاکسی کردن با حساب 3 ریالی که 3 ریال تلویزیونی نه 3 ریال که دیروز براشون باقی مونده بود الان 8 ریال دارن. بدک نیست. تاکسی متری من ندیده بودم. چه بکنیم؟ بهتره پول باشگاه هست. یه وقتی باشگاه انقدر گرانه خود دیگه مجبوریم بیایم اینجا ببینیم. ولی عشق کردی برای تزی که بهت دادم؟ چه؟ عشق کردی گفتم ای جون پول ندیم باشگاه بریم لب سار پرسیدیم فهمیدیم گفتم بریم اونجا برای خودمون فوتبالی بکنیم ورزش حساب میشه ما فوتبال ما خودی الان اینجا هم دارن بازی میکنن خوردیم به ساعت خوبی برو ببینیم میتونیم البته اینا جمعیتشون هم زیاده نمیدونم بشه با اینا بازی کرد نشه راما میده بدم بره تو بازی به چه میدونم مثل اینکه ته جدول بودن خیلی داره اذیتشون میکنه. ولی خیلی شلوغن. آره خیلی زیاده. خب الان 3 تیم هم دارن بازی میکنن. ولی اینا چون معلومه اختلافاش همه یه رنگن. کی میفهمه کی با اونایی که لباس نپوشیدن قسمت بالاتنه یه تیمن، اونایی که پوشیدن یه تیمن. اونایی که پوشیدن خودش 1000 تا تیمه. میگم ما خیلی سفیدیم برای اینکه با اینا بازی بکنیم. قشنگ معلومه. ما لژیونریم دیگه. آمدیم اینجا. اب نداره بیا پروانه بزنیم دیگه. حداقل ما که اومدیم ورزش بکنیم. یعنی دوتایی خودمون ورزش می‌کنیم. آره دیگه بیا حاضری؟ فکر خوبیه. برو 1 بریم. 2 3 4 1 2 3 4. به نظر من این سنام بریم. ماشاءالله. نون و پنیر خودمونه دیگه.
نون و پنیر و گوجه. بک نون و آره. پنیر و گوجه میشه میل دیل. برای کسانی که چیزن سبزی خورن. سبزی خار چیه؟ گیاه خار. این میل دیله، یعنی 6 پونده، ولی کلا وقتی با یک غذا و یک نوشیدنی میگیری خب مثلا میشه 5 پوند و نیم، یه همچین چیزی میشه. خیلی خوب فهمیدیم. جالبه. میخریش یا نه بالاخره؟ خب همینو بگیریم دیگه. این چیه؟ این مرغ. خب اینی که نمیخوایم دیگه. اینجا باید حواسمون باشه دیگه که این بحث غذایی که حلال هست و اینا، باید یه چیزی انتخاب بکنیم که خوب باشه. اوکی. 2 3 4 این ورزش کردن امتیاز نداره ها. چرا؟ به چه؟ من بابت این ورجه ورجه‌ای که میکنید امتیاز ورزش نمیدم. هر بانو ورزشه مگه؟ دیگه گفتیم ورزش دیگه ورزش نیست. خیر سوال ما بعد. گفتیم ورزش مگه تعیین کردیم ما باید چه بکنیم؟ بچه‌ها ببینید امتیازو دارین کلا از دست میدین. آفتابم داره میره. حالا خود دانید. بابا ما هوشمان استفاده میکنیم. مگه همه قراره پول بدن که ورزش بکنن؟ با اونی که روز 7 صبح میرن میدوشه اونم پول میده؟ محمد کیا با ما مقایسه میکنه؟ کی؟ محمد امین کریمپور و جواد خادوی تو زندگیشون پاشون به یه توپ نخورده، ورزش نکرده. اونا رو با ما مقایسه میکنی؟ آقا نمیرسه پول. خود پول ما دادیم تاکسی بیایم اینجا از هوشمان استفاده بکنیم. پول ما هم رفت. قربون هوش دان. 5 ریال دادین اومدی تا اینجا لااقل فوتبال بازی کنی. بابا اینا راه میدن به نظره یارو رفیقمونه. خودش 70 تا نیرو گذاشتن اونجا ذخیره. به نظر ما راه میدن. بعد تو یه دقیقه پوست من نگاه. داداش ما شکل 3 صبح. میگم همینجوری بدو تا هر خدا جایی دریا رفتم برم. آقا جای از دستشتی. هی کاش با همین فرار بکنیم بریم آشنا بیرون. شدم یک بار به من خبر خوب نداد. جز او که آمد گفت نمیدونم یه دونه امتیاز داری. کاش هی با او کشتی بریم. با خسته شدیم دیگه چه بود ما شرکت کردیم. نانت نبود، آبت نبود. میریم. نه جوادم امروز چیزی کاسب نیست. داره بی خودی چرخ میزنه. روزی 700 لیر. روزی 700 لیر میدونی یعنی چی؟ شب باید با همون بخوابه. بیبر و بر بره. غذا بخوره. کار خیر بکنه. این چی وضعیه؟ یک پیتزا 490 لیره. 530 لیره. ما باید اینجا چی بخورم؟ 700 لیر به ما روزی میدن. روزی یک دونه پیتزا هم بخورم نمیشه. یک وعده. اینجا کارگر داره روزی 700 لیر دستمزد میگیره. کار میکنن خب کار نکنن. ما چه میدونم همه که اینجوری نیستن که درست نیستا. ما هنرمندم. البته سازم هم آوردم خب. دارم به این فکر میکنم که باید بشینم اینجا ساز بزنم. بالاخره یک چیزی دست ما میدن دیگه. 200 لیر 300 لیر بلکن بیشتر. نشد بریم بازار لیف و دستکش بخرم برم یه جای دیگه مفروشم. تو فکرم بود اصلا اون کفترایی که بهشان داشتم گندم میدادم یک دونه رو بگیرم با رضایت خودش رو به قبله یکم آب بهش بدم سرش ببرم و خلاصه ولی خب کار زشتیه. برم ببینم چی دریا ماهی به ما بده حداقل یک ماهی بخور با چی کباب کنم زغال چنده. نفهمیدیم بالاخره تو هنرمندی، قصابی، ساز میزنی، لیف میفروشی. اینا همشون اول مسابقه رد دادن. گیر نیفتیم تو کشور غریب. بستنی میخوام برای خودم بگیرم دیگه. اصلا نه این آیس کریمش چیزه ترش نره. من چیز ترش میخوام. آیس اصلا کریم من مهم نیستش که کلا 30 کیلومتر با هرمز فاصله داری. زبون مادری چرا یاد رفت؟ ماماس نیستم. میدونی که دارم بهت چی میگم. آره بابا میدونم چی میگی. چرا کمربند نبستی امروز همه شلوارت میاد پایین؟ اینجوری که دارم بهت چی میگم. ای چی میگم چی میگم. گلیم اینا میگن گلیم خودتو از آب بکش بیرون، یعنی باید اینو از آب بکشی بیرون. بنازی تو آب اینجا باید بکشی بیرون. هواساس. آخ کمرم درد میکنه. ماساژور چند؟ یه ماساژور خوب بگیر. هلو آیه ممدمین دنبال چرت پرت میری امتیاز ازت کم میکنم ها. هرچند که برات مهم نیست از ته جدول پایین‌تر که نداریم. 162 162 تا. اون 114 تا این 160 تا. این به نظرم بهتره. بگیرم این. آقا اینجا دوربین رو یه کات بزن. میخوام با پول خودم بخرم. آقا چیکار داری؟ پول خودمه دیگه. میخوام با پول خودم بخرم. ببین اگه 1000 تومانی اضافه پیدا کنم کل امتیاز امروزت میپره.
خب بچه‌ها این دوتا رو انتخاب کردیم. یه چیز دیگه هم باید انتخاب بکنیم که این میل دیلمون یا مثلا اون بسته غذایی که ارزون‌تر در میاد تکمیل بشه. بابا حسن کشتی ما رو. یه نون پنیر خریدی یه جوری صداش میکنی انگار شیش لیگ شاندیزه. خب شما از اونجایی که من شکلات دوست دارم شکلات گرفته. بریم پرداخت کنیم. 40 pence. Okay. تمام. I thought you deducted it. یه آخریه میگفت که پلاستیک برای مجانی نیست. خب که البته ما پرداخت کرده بودیم. بریم تو پارک بشینیم ناهارمون رو بخوریم. اینم شد چقدر؟ اینم شد 6 پوند. ببین می‌خواستم اینو بهت بگم احتمال داره احتمال 50-50 که من اون ماساژوره رو یه جوری خودم خریده باشم. نمیدونم احتمال داره اینو. من مال این برنامه نیستم. من مال این برنامه ساخته نشدم. نه اینکه تو ناز و نعمت بزرگ شده باشم، ولی یاد گرفتم خودم میرم کار میکنم پول در میارم که دیگه مثلا بدبختیشو نکشم که مثلا دنبال این باشم که آقا چیو بخورم. یعنی خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شکر. آره برو خدا رو شکر کن تیم برنامه اینجاست مجبور نیستی کار کنی. بچه‌ها دارن فوتبال بازی می‌کنن. این تیم ما هن. تیم ما هن. اونورم تیم ما هن. آره دیگه کلا چون ما تشخیص ما نمیدیم تیم کی ما. تو آره. تیم همه کیه. تیم ما. همه یه جورن لباس داشتن. من نمیدونم کی تو تیم کیه ولی خودیه. آره دیگه اینجوری آمدیم. الان باید بریم سر ضبط این بچه‌های فیلمبرداری ما هم خود دارید می‌بینید. دارن فیلمبرداری می‌کنن از ما. برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکن رو داشته باشید. فقط کافیه یه سر به سرا بزنید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک، مشهد، میدان نمایشگاه. میدونی آنلاینم میتونی لباستو تن بزنی؟ تو با سلام گزینه تنخو رو انتخاب کن. یه عکس از خودت بفرست، حالا لباسا رو تو تن خودت ببین. هر کدوم بهت اومد با خیال راحت خرید کن. پس همین حالا با سلامو نصب کن. باید یه ماشین ظرفشویی بخرم. مگه بازنشسته نیستی؟ خب هستم. تو شهر لوازم خانگی بعد میدون آزادی از دم قسط بدون پیش پرداخت. شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد. عروس دریاییه تو اینجا. یا ما گشنمه دارم توهم بزنه و واقعا من عروس دریاییه. بیا شما نگاه کنید داره عروس دریاییه. اصلا نباشی. سلام. ماهی گرفتی؟ آره با اینم میتونم ماهی بگیرم. چی لازم؟ ندارم من. تومه میخواد. میگه تومه میخواد. بذار باز کنم ببینم چجوریه. ما همینه داریم فقط اون رو نداریم. چه ماهیایی هم گرفته بنده خدا. بنده خدا فکر کرده ما دیونه میونه ای چیزی هم. میگه ماهی آمدی ماهی بگیری. این بعد یه جوری بازش کنم. اینو از کجا آوردی زرنگ؟ داشت ما خیلی امتیاز به ما دادن، نه ورزش کردیم، نه هیچ از ما قبول نمی‌کنن، با ما لجه. یه گزینه خوب پیدا کردم، احساس می‌کنم به رفاقت می‌تونیم باش رفاقت بکنیم. برنزه؟ وایسا من الان درستش می‌کنم. این های برو. های برادر. های. Where are you from? Iran. Oh!
ما باهاش حرف بزنم؟ میتونی؟ What's your name? محمد. دیت بقیه‌شو تو بگو. مگه نمیخوای زبان یاد بگیری؟ در کنار من. آره. اسم چیه؟ بگو بهش میگه اسم چیه؟ من بهرام. I'm بهرام. Yeah. And I'm Arshia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. Again? Arshia. Arshia. Nice to meet you. Yeah, nice, thank you. Yaglan? What? Muhammad? Sayyid Muhammad. Muhammad. This is it. ارشیا or فرغون. فرغون. Yeah. Nickname? Speak name. No, nickname. 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 Yeah. Okay. Come with me. Come with me. Repeat after me. فرغون. Forward. چرا؟ فرغون برو. Let's go forward. Let's go فرغون. اینجا ارزون ترین جاییه که میتونستیم بیایم. یعنی مثلا بهتون میگم بازار وای. من از بوی ماهی وای. من از بوی ماهی متنفرم. یعنی واقعا عق میزنم. ببخشید یعنی مدل من از بچگی اینجوری بود. نه که سوسول بخوام باشم، ولی واقعا بوی ماهی بعد توی ما رو باش با کی اومدی مسابقه؟ اولا بگو ببینم کی گفت بری توی ماهی فروشی؟ مگه تو بلدی ماهی درست کنی؟ ثانیاً دقیقاً بگو منظورت از سوسول چیه که ما بدونیم تو هستی یا نه؟ نمیتونم به قرآن بالا میارم. برو پلان می. بچه ها بعد دیگه دارم خفه میشم بوی بد ماهی و گوشت. تا الان تو زندگیم گوشت نخریدم تو تهران که بدونم چجوری میخرم. همیشه یا مامانم میگیره واسم یا مادر زنم برام همیشه میخره. محمد امین میگم خوبه اینجا کسی نیست زبونتو متوجه شه. اما موقعی که اومدی فقط گفتیم مامانم. گوسفند چی میشه؟ ببعی. گوساله. این فارسی بلده؟ نمیدونه پول نداریم الکی جلوش داریم میخندیم. نمیدونه. شما سگ توی جیبامون داداش زود محلو ترک کن که نگاه ها رود سنگین شده. میبینی تو رو خدا همینه دیگه. یه نون پنیر رو آب میوه گرفته بره تو پارک بخوره کنار این کارتون خوابا. بعد همینو میذاره تو پیجش، اسمش میشه میودیال توی لندن. یه سری هم زیر پستش پیام میذارن خوش به حالتون، اونجا واقعا راحت زندگی میکنه، حیف جوونی ما. آقا بفرمایید. خب ما همین درم و بس تومه ای هم ندارم دیگه. نمیدونم بعد یک ماهی پیداش خیر. این هم فکر کنم یک چیزیه که سور باش بره پایین نخره. حالا باید ببینم چجوری باید نصبش کنه. بده گارداش برات نصبش کنه. Hala gerek yok ki bu olmaz zaten. Sana çapari lazım. زرنگ بازی این بچه مشهدی امروز هم به کار اومد، ولی معلوم نیست هنوز میخواد امتیاز کدوم بخش بازی رو به دست بیاره. Burada bu yemi alacak balık yok. Yani en fazla küçük balıklar var. میگه اینجا ماهیاش کوچیکه اقدیه. یه چیزی که شما داری خیلی بزرگه، باید باهاش کوسه بگیری. اصول داره. خب با همین آدم رفاقت کن، امتیاز دوست ترکو بگیر دیگه. تمام. آدم خوب همه جا پیدا میشه. آیا آقا بهرام دوستت عمانیه؟ آره. از کجا فهمیدی؟ از جنسه. معلومه دیگه. جنسشو دیدی؟ آره دیگه بیا جنس اورجینال معلومه این لباس اورجینال اصله. برو بابا رفتی طرف از بالا پیدا کردی میگی رفیقته؟ دو تا دلشون دیگه حرف میزنیم دیگه. حرف زدن رفاقت به حساب نمیاد. بابا رفیقیم دیگه.
We have a show, a reality show in TV, and just we have نکنید 5 آقا real. طرف الان فکر میکنه دنبال جیبش day. افتادین. And for 5 dirham. 10? Excuse me. $10 in day? 10 ریال. Okay. کیا با ما فرستادین آقا؟ هیچ یادی نیست. گشنمه انقدر گشنمه نمیتونم حرف بزنم. یه دانه بهانه براش پیدا کرد گشنه. You can help me? Inshallah. Yeah? Thank you. میتونیم بچه‌ها. من البته این سطح انگلیسی من در حد خیلی 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 ضعیفیه. نفرمایید نه ولی خب من بهش گفتم که تا اونجایی که بلد بودم گفتم که ما میتونیم شام بخوریم، غذا بخوریم با این غذا با این پول یا جایی میتونیم رزرو کنیم. میگه که میتونیم. حالا قرار شده ما کمک کنه. ببینم میتونه کمک کنه یا نه دیگه. بنده خدا وقتش هم میگیری. ایشون مگه خودش ببره مهمانمان بکنه وگرنه با این قیمتایی که ببین یه رفاقتی میتونیم باش بکنیم، یه کمکی به ما بکنه. رفاقا خودتون هم میدونیم ما به این نمیگیم رفاقت. اسمش یه چیز دیگه است تو ایران. 25 yes 25 این 25 درهمه. اون نه این میخرم الان میام میخرم. بذار اول آبینامو بگیرم. 25 درهمه. یه شونه تخم 25 درهمه. برنج بپرسیم چقدره. نمیدونم شما میتونیم برنج بخوریم. برنج 50 دلار. 50 میشه چقدر؟ 50 درهمه. دلار گفت یا درهم؟ درهم گفت. 14 40 14 14 درهم. 14 درهم. یه روغن 14 درهمه. سس هم اینجا بخوام بگیریم. سس میخوان. اینا اویل چیز how much is that? 750 هفتونی. This 5 سالت هم بگیریم نمک نه ولش نمک نمیخوام thank you. این فقط thank you رو یاد گرفتم توی این همه صحبت کردن. خدا رو شکر اینو درست میگی. بریم یه شامی بزنیم بر بدن. آقا واسه یادآوری یه چیزایی رو دوباره تکرار بکنم بد نیست. بعضی از امتیازها مثل کار کردن و پول در آوردن میتونه چند بار تکرار بشه و هر بار امتیاز داره. اما بعضی از چالش‌ها مثل غذای ارزون خوردن فقط یه بار تو این برنامه امتیاز داره. خب بچه‌ها می‌خوایم بریم باشگاه ورزشی ببینیم که چجوری جلسه‌ای هفتگی ماهیانه است و اینکه چقدر هزینه برمی‌داره برای اینکه بخوایم ورزش هم بکنیم توی مدتی که هستیم. بریم ببینیم. مثل اینکه عمو حسن از حرکت دیروز جواد آقا خوشش اومده. امروز میخواد دوتا امتیاز. اینجا فکر نمی‌کنم فقط اجازه بدن فیلم بگیریم. خب برای همین چیز می‌کنیم. حالا فعلا قطع می‌کنیم. بالاخره هر کاری اصولی داره. من فکر کردم با این میشه ولی نمیشه. ما قلاب مارم بزرگه اینجا ماهیاش کوچیکه. بگیر. خب بریم توضیح بدیم. خب همونطور که متوجه شدید عرض خدمت شما که پرسیدیم برای اینکه بخوایم یه روز ورزش بکنیم چقدر میشه. یه روز 25 پوند برای یک روز. حالا یه جلسه یعنی روزانه بخوای حساب بکنی و بخوای مثلا عضو بشی و اینها یعنی ضرب بکنی در ماه و اینجور چیزا بکنی حالا با مقداری تخفیف تقریبا حالا یه ضرب تقسیمش با خودتون دیگه. پرسیدیم اگه دانشجو باشیم چی و گفت که اولا که خیلی از امکانات در اختیارتون قرار میگیره و تقریبا 50% تخفیف خلاصه شامل حال دانشجو میشن اگه کارت دانشجویی داشته باشی. خلاصه 25 پوند فکر نمی‌کردیم یعنی خیلی میشه دیگه. یعنی در طول هفته تقریبا 175 پوند میشه. حالا بگو 150 پوند حالا با تخفیف مثلا حالا تخفیف‌های جانبی خلاصه 25 پوند در روز. با این قیمت باشگاه ورزشی تو لندن فکر کنم حسن توکلی هم باید مثل بهرام ارشیا بره کنار جاده جای شنامنا بره. Because someone of my family told me, and Moses, good people there.
اینه که خیلی حال میکنن. ما اینجا رفت آمد داریم، دوستای من میان، میشناسم ایران، آدمای باحال خونگرمی داره. بگو بیان کرمانشاه دنکوها بدریم، دنکوها اونا بعدا بهش میگیم My city is Kermanshah. Yeah, and we are Kurdish people, and but you want come to us in Kermanshah? We have a favorite food, and that name is Dandakwao. Dandakwao. Yeah, right. And that's so delicious, and you can eat that. And yeah, that's it. Yeah, you're welcome. Yeah. Okay. میبریمش دندکاو بدیم بهش. آقا شدنی نیست، اصلا شدنی نیست. من دیگه دارم یخ بزنم، ملت هم دارن ما مخندن با این. اشتباه کردم. بیا والا بابا، بیا والا. یعنی امروز میخوای بیخیال امتیاز بشی؟ ما یه دونه اینجا تند ماهی برمیداریم. این تند ماهی تند بردارم. یه تونه ماهی کوچیک‌ترینش رو برداریم که دیگه دیداش آب کلش رو بخوریم. تهران خودت خرید میکنی یا اونجا هم همش میگیم ماما نه؟ چی؟ یه چی آبتو بخر. این روغنه بیشتر به صرف است واسه اون، چون این به صرفه نیست، خیلی بزرگه. برنج برداریم. یه برنج اینجا 1 کیلویی دیدم. آقای بهرام ارشیا 1 کیلو برنج، نه 1 کیلو تاید. हेलो आप उठाएगा दो और 1 कार्टून, टोटल 3 कार्टून नहीं है। 2 कार्टून प्रोडिक्स ये 2250 1 कार्टून शावरमा ब्राزील 1 कार्टून. اینجا یه ورزشی دیگه است، اینم 24 ساعته بازه. نه ما اصلا نگاه کردن باشگاه امتیاز نداره داداش. خدا بده برکت دیگه. همین که امتیاز کم غذای ارزون رو هم بعد از اسباب کشی گرفتی خوبه. آژیر آمبولانس خیلی توی شهر لندن شنیده میشه. حالا چه آمبولانس، چه آتش نشانی، خلاصه چه پلیس، خیلی آژیرش شنیده میشه. حالا قبل از که خیابونو بگذریم یه نکته بگیم که به خاطر کم شدن خدمات NHS یعنی خدمات درمانی دولت انگلیس، خیلی جالبه بدونید که بعضی از این آتش نشانی ها میرن یه کارایی رو انجام میدن که مربوط بهشون نیست. مثلا نجات افرادی که مثلا شاید در منزل شاید سکته کرده باشن و این یه نکته جالب بود که یکی از دوستان به ما گفت و خلاصه اینو خواستیم انتقال بدیم و بدونیم که خلاصه آتش نشانا امکانش هست که بیان شما رو نجات بدن از سکته کردن. حالا کی اینا رو درست میکنه؟ این سوال من از شما اینه. اینا رو من الان گرفتم غذا قراره بخورم، تو زندگیم غذا درست نکردم، فقط یه چند باری املت درست کردم. کی اینا رو میخواد برای من درست کنه به من بده؟ این درست کردنش خودش داستانه. ببین تو زندگیت گوشت که تا حالا نخریدی، غذا هم که درست نکردی، شلوارت هم که کمربند نداره و این میاد پایین، فیلم سازیت هم که اونجوری نمیدونم والا مسابقه شرکت کردنت چی بود. اینجاست که میگن که بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. چه بکنیم الان؟ نمیدونم. ما که پول تاکسی دادیم تا اینجا آمدیم، امتیاز ورزشم که به ما نداد. داشت همیشه به زندگی از دید مثبت نگاه بود. یه دانه رفیق گیر آوردیم امتیاز اون رو گرفتیم. آقا thank you so much. ما که نتونستیم ماهی بگیریم. شما این به دردت نمیخوره؟ میخوایش؟ خب پولشو بده. How much? چقدر بده؟ 200 لیر بده. 200. نه بابا. 200. 120. آدم خوبی هستی. باشه دست دمه که ما رو کمک کردی. دمت گرم. یه غذای چیزی میشه.
دمت گرم، دست درد نکنه، خیلی مردی. ایرانی جای جا نمومانه. 120 لیر کار کردم بفهمون یعنی چی؟ دلم غذا بخوره. خداحافظ. ناز شستت واقعا خوشم اومد جواد. دیگه از الان با خیال راحت میتونم تو طبیعت استانبول رهات کنم. ای وای خیلی سنگینه. بابا من بچه زرنگم ولی نگاه سخته واقعا، یه ذره داره بهم فشار میاد. این آیتم مردان آهنین. اوه 150 تومن بازار تهران خریده بودمش. چقدر فروختم؟ 120 لیر. حساب کنه خودتان ببینن چقدر میشه. سودم کردم. خدا بده برکت. اصلا ماهی بره چه آدم بگیره؟ جان یک حیوان زنده رو بگیره. خاصی میکنه. فروخته. تمام. گیر ما ناوردم. چه فکر میکنه راجع به خودش؟ نشته اونجا برای خودش لم زده جلو کولرم که نیست، سرد اوه. عشق دنیا رو داره میکنه بعد به ما میگه. دیدی فقط هم با ما ساز مخالف میزنه. ورزشی. نه بابا. بعد مطمئنم اینجا میآمدیم برای خودش میگفت اینجا قبول نیست. باید بریم پول بدیم. ساحل پروانه بزنیم تا پول قبولش بدیم. بکنه. اون موقع شو پول بود، الان به اینم راضی. وزارتانش اونجا فقط مال اجرت میکنه. اکی برنامه رو میبینم فقط نبینم با کریم پور و جواد خواجه ببینم با مهربانی رفتار بکنی. اون موقع دیگه واقعا دست ناراحت میشه. چرا اینقدر غرغر میکنید شما؟ همش به داوری انتقاد دارید. سر هر امتیازی که نمیگیرید ما میریم وی آر. خوب فوتبالیست نشدید. تازه نمیدونن که امتیاز دوست عمانی رو هم کامل نگرفتن. آقا با بعد کلی گشتن و چرخیدن و انجام دادن چالش ها و امتیاز گرفتن و نگرفتن ها انقدر دیگه بی حال و خسته بودیم مجبور شدیم یه مسیر کوتاهی خیلی ارزان تاکسی بگیریم برگردیم که دینم بیهوش شد. واقعا خسته کننده است، واقعا چالش داشتن و مجبور وقتی تو بشی با یه مبلغ کمی زدهی با یه دست و بال بساس خیلی خسته کننده است. یعنی ما تمام پشت و بدن و گردن و تمام بدن ما درد گرفت توی چند روز. از 8 ریال باقی مونده بهرام ارشیا 5 تا دیگه دوباره خرج تاکسی شد. امروز بهرام ارشیا برای اینکه امتیاز ورزشو بگیرن 10 ریال خرج کردن ولی بازم نشد. جدول مسابقه تا آخر قسمت 4 این شکلیه که جواد خواجوی با 85 امتیاز به صدر جدول رفته. حسن توکلی که امروز اصلا خوب نبود با 80 امتیاز دوم شده. محمد امین کریمپور هم در کمال ناباوری اومد سوم جدول. بهرام و ارشیا هم هر چی تلاش کردن نتونستن از انتهای جدول تکون بخورن. امیدوارم تا اینجای برنامه راضی بوده باشید. ما هنوز با شما کار داریم. تا یه چمدون دیگه وفاداریتون پایدار. خدا نگهدار.